هلو گایز، سلامت چطورید؟ خیلی خوش اومد به اولین ویدیوی این چنل. توی این چنل قراره در مورد اخبار ایدراپ های معتبر مثل همستر، تپ سواب، پیکسل و کل ایدراپ دیگه صحبت کنیم. و توی این ویدیو قراره یه خبر جدید از همستر اومده که داره کاربرا کلیشون رو بند میکنه، حذفشون میکنه، که بهتون بگم دلیلش چیه و چه کارایی کردید که این اتفاق میفته و یا چه کارایی اگه انجام بدین بند میشیم. پس بدون معطلی سراغ ویدیو لیتس گو. خب بچه‌ها، اول از همه اگه یادتون باشه چند روز پیش، برای چند ساعتی بود که همستر از دسترس کامل خارج شده و برای هیچ کدوم از کاربرا نمی آورد و خب چیز عادی بود. بعد اوکی شد بعد از چند ساعتی و اومد بالا و آروم آروم از اون روز کسایی که دارن از اتو کلیکر استفاده میکنن، کسایی که دارن از ربات استفاده میکنن روی همستر، اینا رو داره بند میکنه. و از همه مهمتر کسایی که دارن از چندین اکانت توی یه گوشی استفاده میکنن، داره اونا رو همشو بند میکنه. حالا چند تا اکانت، اگه 2 تا اکانت باشه هیچ ایرادی نداره تا جایی که میدونم و بند نمیکنه. اما اگه از 3 تا اکانت و بیشتر باشه، یعنی از مثلا 3 4 و به بالا باشه، اینا رو بند میکنه. حالا توی این ویدیو قراره با هم ببینیم که چجوری میشه این قضیه اوکی شه، یعنی بنمون نکنه، چندین اکانت داشته باشیم و همستر هیچ کاری نتونه بکنه. خب بچه‌ها ببینید، وقتی شما مثلا 3 تا اکانت روی یه گوشی دارید، خب همستر چجوری میفهمه؟ همستر اینجوری میفهمه که میبینه 3 تا اکانت با یه آی پی یه گوشی ثبت شده، میبینه 3 تا اکانت یه آی پی ثابت دارن، پس اینا بند میکنه. حالا ما باید چی کار کنیم که 3 تا اکانت مثلا داشته باشیم و همستر هیچ کاری نتونه بکنه؟ ببین، اگه الان اون 3 تا اکانت روی گوشیتون هست و دیگه دسترسی بهش ندارید و نمیتونید داخل همستر برید، چیکار میکنید؟ از یه گوشی دیگه استفاده میکنید. مثلا از گوشی دومی که داشتید یا یه گوشی دیگه که توی خونه دارید استفاده میکنید، تلگرام رو روی اون می‌ریزید، دور اون اکانت تلگرامتون روش میارید و اون همستر رو اونجا اد میکنید و واردش میشین، اوکی میشه. فقط یادتون باشه که روی گوشی جدیدم 3 تا اکانت نیارین، چون دوباره بند میشه. مثلا روی یه گوشی، یکی از گوشی 2 تا اکانت وارد کنی، روی یه گوشی دیگه یه اکانت وارد کنی و اینجوری 3 تا اکانتتون کار میده. اوکی، پس یه بار من توضیح میدم. الان اگه 3 تا اکانت روی گوشیتون دارین و هر 3 بند شده و کار نمیده، هیچ جایی نگران نیست. گوشی دومی بردارید، تلگرام ها رو روش بیارید راحت. مثلا 2 تا از تلگرام ها رو بیارید که دوباره بند نشید. 2 تا از تلگرام ها رو روی گوشی بیارید، مثلا 1 2 تا اکانت های همسترتون رو دوباره روی یه تلگرام دیگه، روی یه گوشی دیگه بیارید و اینجوری باعث میشه که شما مثلا 3 4 تا اکانت دارید و آی پی هاش هم فرق داره و همستر دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. اوکی، مثلا 2 تا اکانت روی این گوشیه، 2 تا اکانت روی این گوشی و آی پی هاشون با هم فرق داره و همستر در کل هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ بنی نمیتونه بکنه و با خیال راحت میتونید شما سکه جمع کنید، پروفیت ببرید بالا و تا ببینیم که لیست میشه. همین دیگه. امیدوارم که تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره و اخبار ایدراپ رو دنبال کنید. تا ویدیوی دیگه، گود بای.